a game of tug of war, the strongest man on earth. فکر نکنم بدونی که توی این ویدیو چه اتفاقی قراره بیفته، چون امروز می‌خوایم ببینیم که 100 تا بچه قد و نیم قد میتونن در مقابل یکی از قوی ترین مردان جهان توی مسابقه طناب کشی دووم بیارن یا نه. حالا شاید با خودت بگی که منظورت از قوی ترین مردان جهان چیه؟ ببین توی کل جهان یه رشته ورزشی داریم به اسم قوی ترین مردان جهان، یا اگه بخوام خیلی ساده‌تر با یه مثال بگم، همون مردان آهنین خودمون که ما رمضان توی تلویزیون پخش می‌شده. کلا جنس تمرین و مسابقه‌ای که این افراد توی این رشته میدن یه جورایی با ورزش‌های دیگه خیلی متفاوته و عملاً سمت تمرینایی میرن که ناممکن خطابشون میکنن. مثلا همین شخصی که توی ویدیو داری می‌بینی یکی از هموناست و قبل اینکه چالش اصلی برگزار بشه یه هواپیمای مسافربری با وزن حدود 22 تن، یعنی چیزی حدود 22000 کیلوگرم با یه طناب که بهش وصله میکشه. در مقابلش ما 100 تا بچه داریم. اگه ما هر بچه عادی که نه زیاد چاق در نظر بگیریم نه لاغر، وزن حدودیشو بخوایم محاسبه کنیم چیزی حدود 35 کیلوگرم میشه. حالا با یه ضرب ساده میتونیم بفهمیم که 100 تا بچه 35 کیلوگرمی میشه حدود 3500 کیلوگرم یا همون 3.5 تن، یعنی 18000 کیلوگرم سبکتر از وزن هواپیما. پس از نظر وزنی هواپیمایی که این مرد کشید خیلی خیلی سنگین‌تر از وزن 100 تا بچه‌ای که قرار در مقابلش این چالش رو برگزار کنه و مسابقه بده. پس یه جورایی میتونیم نتیجه بگیریم روی کاغذ که بچه‌ها در مقابل این مرد شانسی ندارن. اما واقعا اینطوریه؟ قبل اینکه بریم ببینیم کی برنده چالشه، همین الان این لحظه ویدیو رو استاپ کن. برو زیر این ویدیو تو بخش کامنت ها حدستو بگو که برنده چالش از نظر تو کیه و بعد اینکه ویدیو تموم شد برگرد برو سراغ کامنتت ببین درست حدس زدی یا نه. حالا اگه بخوایم یه ذره علمی تر به داستان نگاه کنیم، خب تو نگاه اول از نظر وزنی بچه‌ها خیلی سبک‌تر از یه هواپیمای مسافربریه، ولی یه نکته خیلی ساده رو از قلم انداختیم که باید بهش توجه کنیم. اونم اینه که این 100 تا بچه همزمان دارن یه نیروی مخالف جهت ایجاد میکنن. یعنی مرد داره طناب میکشه و همزمان 100 تا بچه هم دارن یه نیروی مخالف ایجاد میکنن. علاوه بر اون هر کدومشون یه استکاکی جداگونه دارن. نیروی وزن خود بچه هم هستش که به سمت پایین داره ایجاد میشه، اما توی هواپیما اینجوری نبودش و عملاً مرد فقط داشتش وزن اون هواپیما رو تحمل میکرد. اما توی هواپیمای مسافربری همچین اتفاقی نمیافتادش و عملا هواپیمای گوشه وایساده بود و غیر از استکاک طبیعی که داره هیچ نیروی دیگه‌ای رو وارد نمیکنه و عملا مرد فقط وزن هواپیما رو داره تحمل میکنه و چالش اصلی مرد تحمل وزن هواپیماست فقط. پس همزمان 100 تا نیروی استکاک و اون مقاومتی که داره ایجاد میکنه با نیرویی که خود بچه‌ها دارن ایجاد میکنن از کشیدن طناب با هم دیگه ترکیب میشه و یه چیز خیلی عجیب و غریبی رو میسازه. پس به محض اینکه سوت شروع چالش میخوره، یکی از قوی ترین مردای جهان توی چالش شکست میخوره، در صورتی که تو نگاه اول اینجوری بودش که 100 تا بچه از یه هواپیما که قوی تر نیستن. اما چالش همینجا تموم نمیشه و به همین اکتفا نمیکنیم. یکی دیگه از قوی ترین مردان هم به چالش اضافه میشه و الان به نظر میرسه که کار برای بچه‌ها خیلی سخت‌تر از قبل شده. فکر نکن. و بازم بچه‌ها به سرعت چالش بردن. چالش چند بار دیگه هم تکرار میشه اما با نفرات بیشتر. توی سری بعدی 4 تا از قوی ترین مردان، بعدش 6 تا، بعدش 8 تا و در نهایت با 10 تا از قوی ترین مردان جهان این چالش مجدد برگزار میشه. ولی این سری دیگه فکر نکنم نتیجه رو بتونی حدس بزنی. این چالش با وجود 4 تا از قوی ترین مردا بازم به نفع بچه‌ها تموم میشه و توی چالش 6 نفره و 8 نفره هم همین نتیجه دوباره تکرار میشه. توی هر 4 سری که این چالش برگزار شد بچه‌ها برنده مسابقه بودن. ولی وقتی نوبت به 10 نفر رسید یه جورای ورق برگشتش، چون 10 تا مردی که توی چالش شرکت کردن هر کدوم وزنی هولوش 130 تا 140 کیلوگرم دارن و 10 تاشون چیزی حدود 1 الی 1.5 تن وزن دارن و دیگه این وزن و نیرو به سادگی ها شکست بخور نیستش. ولی بازم توی اوج چالش و هیجانی که بودش این 10 تا مرد از این 100 تا بچه شکست خوردن و از پس قوی ترین مردای جهان بر اومدن. اما مثل سریای قبل چالش به سرعت تمام نشد و 10 تا مرد تونستن مقاومت خوبی از خودشون نشون بدن، اما در نهایت این بچه‌ها بودن که برنده چالش شدن و مسابقه رو بردن. من خودم قبل اینکه ویدیو رو ببینم فکر می‌کردم این 10 نفر از پس این 100 تا بچه بر بیان، اما بعد دیدنش غافلگیر شدم و حدسم اشتباه از آب در اومد. اما به این نکته خیلی مهم رسیدم، اونم اینه که مهم نیستش که چند سالته یا قد و وزن چقدره یا در مقابل چه چالشی قرار گرفتی. وقتی که اتحاد و همکاری توی یه موضوع اتفاق بیفته 100% از پس هر چالشی برمیادش.
شک نکن. شاید هرچی چالش روبروت بزرگتر باشه اون تنابه رو سفت‌تر و محکمتر سمت خودش بکشه، اما در نهایت برد با همکاری و اتحاده. پس به نظرم نکته مهم این ویدیو میتونه همین باشه. رفیق این ویدیو به من خیلی چسبید و حال داد. اگه تو همین حسو داری میتونی مستقیم توی کامنت ها بهم بگی و نظرت واسم بنویسی، حتما میخونم. با خوندنش کلی عشق میکنم. اگه ویدیو رو دوست داشتی ممنون میشم که حتما ویدیو رو لایک کنی، چون با لایک تو کل خستگی ساخت این ویدیو از تن من خارج میشه و انگیزه و انرژی که بهم میده خیلی زیاده و یه جوری با قدرت میرم سراغ ویدیوهای بعدی. و در نهایت اگه دوست داری که به خانواده ما ملحق بشی، دکمه سابسکرایب رو بزن، زنگوله کنارش هم بزن، چون این کار منجر میشه که ویدیوهای من به افراد بیشتری ساجست بشه و کیفیت ویدیوها بره بالاتر، موضوعات ویدیو خفن‌تر بشه و خیلی کمک کننده است. در نهایت اگه تا اینجای ویدیو اومدی، می‌خواستم بهت بگم که من محسن هستم و مرسی که این ویدیو رو تماشا کردی و بریم سراغ بعدی.